تلگرام کانال ماش خبر داد که صبح 15 مارس سال 2023 در مرز روسیه با قزاقستان باز یک ماشین بورکش را با 4 تن نوس منع کردند. گفته می شود که این ماشین را به روسیه راه نداده با بارش به قزاقستان برگرداندند. طبق سندها در داخل ماشین می بایست خاکستر چوب و اشیاء خام تماکو می بود که همچون نوری استفاده می شود. در اصل در بین آنها 253 خلطه نوس وزن عمومیش 4 تن جابجا کرده شده بود. این نظر به 17 تن نوسی که هفته گذشته یافتند البته خیلی کمتر است. خبر داده است ماش. یادآور می شویم کارمندان باجخانه و گمرک روسیه روز 6 مارس سال 2023 در گذرگاه بوگریستوی در مرز ولایت چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بورکش 17 تن نوس پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعات باجخانه چلیابینسک در تلگرام کانال خدمات فدرالی گمرک روسیه خبر داد که این همه بار ممنوع که ارزشش حدود 25.5 میلیون روبل یا بیش از 300,000 دلار برآورد می شود به قلمرو روسیه را داده نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. نوس یک نوع تماکویی است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تماکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. ظاهرا بعد دیدن چنین تمایل مقامات روسیه فروش نوس را منع کردند. بر اساس قانونهای نو محصولات تماکو از جمله نوس به اندازه بیش از 250 گرم برای هر نفر سنش از 18 بالا دیگر مال برای استعمال شخصی حساب نمی شود و وارد کردنش به قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا منع کرده شده است.